شانس آوردی امینه، شانس آوردی، شانس پسر رو شانسی. پاشو بیار، پاشو بیار پاشو، شانس آوردی، شانس آوردی دختر. چه خبره؟ داری منو کجا میبری؟ لعنتی داری منو کجا میبری؟ بالاخره تونستیم فرار کنیم. نگه دارم امینعلی. فرار کردیم دختر، فرار کردیم. ماشینو نگه دار، ماشینو نگه دار. دیار ساکت باش، آروم باش دیار، ساکت باش. دیگه فرار کردیم، کار از کار گذشته. از اینجا به بعدم باید لم بدی و کیف کنی. من و تو با هم ازدواج میکنیم. دیوونه شدی؟ یعنی چی کار از کار گذشته؟ مامانم داره از نگرانی میمیره. داری چی کار میکنی؟ الان همه دنبال من. تلفنم کجاست؟ هول نکن دیار، هول نکن. تلفنت پیش منه. دیگه چطور قرار بود به هم برسیم؟ تا کی انتظار؟ فرار کردیم دیگه. امینعلی، التماست میکنم منو برگردون امینعلی. به کسی چیزی نمیگم. میاد دنبالمون، پیدامون میکنن، دوتاییمونو میکشن. من بمیرم خیلی بهتر از اینه که از تو دور باشم عزیزم. خدایا دیگه بدبخت شدم، کارم تموم شد. شاید ما رو ببخشن، عقدمون کنن، به هم برسیم. اینجوری بهتر نیست؟ من نمیخوام زن تو باشم، میفهمی؟ منو برگردون، همین الان برگردون. وایسا دختر، وایسا. ول کن دختر. داری چیکار میکنی؟ بلش کن بکشنمو میدی. چته دیار؟ آروم بشین وگرنه به خدا میکشمت. مامان. دیار کجایی؟ خانم آقا صدات میکنه. ای بابا دیار کجایی؟ دیار مطمئنم تو خونه نیست این دختر. برو بیرون زیلان، سر به سرم نظر بسته دیگه. آره به نظر منم دیگه بسته. چرا خودتو نمیکشی دجله؟ خیر باشه پسرمو، اومدی دید زنی؟ فکر میکردم اخلاق درست شده. نخیر، راه مال توه. بفرما تشریف ببرین. هوا خوب بود، گفتم کمی هوا بخورم. من و تو نمیتونیم توی هوا نفس بکشیم. برو یه جا دیگه واسه خودت پیدا کن. پسرمو، خودت میدونی نصف چیزایی که مال توه مال منم هست و میدونی که شامله همه چی میشه. حرف زیادی میزنی یا؟ برو اعصاب منو خورد نکن. پسرمو اصلا در شأن تو نیست این کارا، اونم با من. تو که کلن در شأن خاندان ما نیستی، اما چی کار میشه کرد؟ چاره ای نیست، باید ادبت کرد. خودم درستت میکنم. ببین منو، بزن به چاک، اینجا نبینمت. فعلا حرف تو باشه. بالاخره با زن داداشم یه جور دیگه آشنا میشیم. بهت گفتم بزن به چاک. بزن به چاک، این ورا دیگه نبینمت. برو. یالا خما بزن بریم. بدون عمر نمیتونی زندگی کنی نه؟
تو هم باید بمیری و بری پیشش. اون وقت ازت راحت میشم دختری که بدقدم. چند بار بهت گفتم با رضای خودت از اینجا برو، اما نرفتی. خودت میدونی. اشهد تو بخون. باشه، منتظر دعات نمیشم. تو کجایی دجله؟ کمک! بیاین اینجا! بیاین اینجا کمک! دیار چیزی شده. بادو جلیل، خدایا کمکم کن. خدایا خودت از بلا نجاتم بده. ای خدا. آبجی زیلان دیوونه شدی؟ تو رو خدا اسلحه‌تو بیار پایین. تو رو خدا تو دخالت نکن. بزن زیلان، نترس. من که زندگیم جهنم شده. اینجوری عذابمو کم میکنی. بزن. رسیدیم خونه عشقمون. بریم. اگه بمیرم پامو اونجا نمیذارم. ببینش، ببینش. ببین چی داره میگه. ببین چی میگه. ببین چی داره میگه. ببین. دیار، منو نگاه کن. ببین، من میگم واسه اینکه با تو زیر یه سقف باشم از جونم گذشتم. تو میگی بمیرم من پامو اونجا نمیذارم. من دیگه چقدر بدبختم. امین علی، ببین سر عقل بیا. الان تو خونه قیامت بپاس. من دختر خانم، همه یه طایفه دنبالمونن. الان پلیس، ژاندارمری، داداشم همه افتادن دنبالمون. خیلی میترسم. التماست میکنم منو برگردون. برگردیم. باشه برگردیم. دیگه برگشتنی وجود نداره دیار. تموم شد. تموم شد. فراموشش کن. ما فرار کردیم. فرار کردیم. فرار کردیم. دیگه زن و شوهر میشیم. بیا پایین. نمیشه. نمیشه. دیار دیار دیار. بیا گلم پایین. بیا پایین دیار. بیا پایین گلم عزیز دلم. بیا پایین. بیا پایین عزیزم. بیا پایین. بیا پایین. بیا پایین. زیلان جلو نیا داداش جلیل. اینجا چه خبره؟ چی کار میکنی زیلان؟ اسلحه رو بیار پایین. دیوونه شدی؟ چرا مادر؟ مگه من عروس اولی نبودم؟ مگه قرار نبود ازم حمایت کنی؟ چی شده دیگه از چشم همتون افتادم؟ همین روزا این هم زن قدیر میکنین مگه نه؟ کی تو این خونه به من رحم کرده که من به این بکنم؟ میلان نکن، گناه داره، نکن. مادر دلت واسه دختر دشمنت میسوزه؟ آره؟ چرا به من رحم نمی کنی؟ زیلان تو هیچ فرقی با بچه‌های خودم نداری. نکن دخترم، گناه داره. اسلحه رو بیار پایین عزیزم. اون گناهی نداره. زودتر بهم بگو که بر اساس اون حرکت کنم. حواست باشه. برو در امان خدا. خداحافظ. برو داداش. جیلان خوش اومدی. بیا بریم تو. چیزه اگه کاری چیزی نداری. نه وکیل داداشمه. واسه کارای استانبول اومده.
تقصیر من بود. داداشت به خاطر من مرد. تقصیر تو نبود جیلان. اگه مقصری هم باشه اون منم. باید دفعه اولی که حسن رو دیدم یه گوله تو مغزش خالی میکردم، اما بالاخره گیرش میندازم. باید تقاص خون داداشم و کارایی که با تو کرده رو پس بده. کم مونده، دیگه چیزی نمونده. بیا بریم تو. از خانه‌ای که پشتتن خلاص شو بیا. اگه اومدی که هیچی، اما اگه نیومدی مادرت میمیره. یه چند تا وسیله مونده، اومدم دنبال اونا. دیگه مزاحمت نمیشم. باشه، خب حالا که اومدی بیا یه چایی با هم بخوریم. نه الان یادم اومد یه کار فوری دارم، باید برم. وسایلم من بعدن میبرم. خداحافظ. جیلان بذار برسونم حداقل. خدایا شکره، خدایا شکره. به خدا قسم پرتت میکنم بیرون، آبروت بره. سر عقل بیا دیگه دختر. تو اتاقش حبسش کنید، به مادرش بگین بیاد دخترش جمع جور کنه، یه بلای سرش میارم. به خدا میکشمش. نابودم کردین، همه چیزمو گرفتین، شوهرم هم گرفتین. دلم کنم چی همینه. دجله عزیزم، این دیوونه شده. تو نترس، تحت حمایت خودم هستی. نمیذارم آسیبی ببینی. خیالت راحت باشه، دهنت هم چفت باشه. مادر جون، بگو چطوری میشه؟ چطوری زیر یه سقف زندگی کنیم؟ ببین، اگه بخوای منو قدیر رو عقد کنی همه چی بدترم میشه. هر کسی باید حد و حدود خودشو بدونه. درو باز کنین. مادر قریشو، مادر. اینطوری از دستم راحت نمیشین. شنیدین؟ عزیزم من میگم میخوام شوهرت بشم، تو هنوز داد میزنی میگی ولم کن. دختر تو خیلی ناز داری. ولم کن. برو تو، برو تو. کمک! مامان! 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 فرار کن. مامان! بخوای فرار کنی فرار کن. برو تو. وای زیلان حسابی قاطی کرده. خدایی نکرده یه موقع بلایی سر یکیمون نیاره. کاش قدیر خان بفرستتش پیش مادرش، ما هم راحت میشیم از شرش. والا به خدا زهر ترک شدم. رفتم تو اتاق دیدم اسلحه رو گرفته رو سرش. وای 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 وای. راستی آبجی همینه، یادم رفت بگم. چیو؟ دیار نیست. چی؟ یعنی چی؟ نیست دیگه. همه جا رو گشتم، اتاقش هم دیدم، نیست به خدا. خدا. جلیل دیار پیداش نیست. یعنی چی نیست امینه؟ نیست دیگه داداش جلیل. اگه تو خونه بود بعد از این همه سر و صدا می اومد بیرون. الله اکبر.
پس چرا نمیگین دیار رفته هنوز برنگشته؟ شما اینجا مترسکین ها؟ ای واقعا که بیارزه این. رفتین خونه دوستشو دیدین؟ دیدیم آقا، اصلا نرفته. از دست شما نمیدونم چی کار کنم. نه جلیل، بوق میخوره اما جواب نمیده دختره. حالا به خانم آقا چی بگیم؟ ها؟ برای چی گذاشتین بره؟ این ناز برو پیش دجله، تنها نمونه. خدایا یه لحظه آروممون بذار. بیناز، دیار تو اتاقشه؟ اینجا قیامت به پا شده؟ از اون خبری نیست. چی شده جلیل؟ امینه؟ دیار نیست خانم آقا. یعنی چی؟ راستشو بخواید گفته میخوام برم از زینب کتاب بگیرم. از شما اجازه گرفته، بچه هم گذاشتن بره. رفتیم دیدیم اونجا نیست، تلفنش هم جواب نمیده. برای چی گذاشتین تنها بره؟ جلیل اینجوری خشکت نزنه. امینه، دفتر تلفن رو بیار. بیمارستان، کلانتری، همه جا رو بگردین. دخترم رو پیدا کنین. خونه خرابتون میکنم. خدایا این همه عذاب بستم نیست. هر بار میگم دیگه کفر نگم. بس دیگه. دجله منو نگاه. نمیدونی چی شده؟ ببین، درد خودم برام بسته بیناز. دیگه حوصله غیبت شنیدن ندارم. اوه، غیبت چیه دختر؟ دیار نیست. همه جا رو گشتم اما نیست، رفته. چی داری میگی دختر؟ محافظا رو پیچونده و رفته. چند ساعت رفته، تلفنش هم جواب نمیده. امین علی با امین علی فرار کرده. آی بمیرم بهتره بیناز. عمرم که مرد. میخوان منو بدن به قدیر. حالا امین علی هم با دیار عروسی کنه، پاشه بیاد اینجا ور دل من، دیگه بدبخت میشم. آی خدا، آخه چرا داره این اتفاقا سر من میاد؟ لعنت به این زندگی. Beni eller gibi görmesen benimsin, ben seninim. Beni eller gibi görmesen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Kalpten kalbe
İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. چهارچشمی حواست هست دیگه ها؟ خوبه. جیلان فکرم مونده پیش تو. حالت خوبه؟ خوبم، نگران نباشی. انگار از دستم فرار کردی. چیزی میخواستی به هم بگی؟ نه، میخواستم وسایلمو بردارم. جیلان با بچه ها حرف زدم، تو هتل چیزی نداشتی، گفتی کار فوری دارم اومدی خونه. خیر باشه، مشکلی پیش اومده؟ نه خوبم، میخواستم اگه مامانم زنگ زد خونه باشم. جیلان عزیزم، تو رو خدا مراقب باش، مراقب خودت باش، سر خودم کاری نکن. اگه مادرت زنگ زد قبل از همه به من بگو. فهمیدی چی میگم؟ جیلان باشه؟ بله مادر جان. قدیر زود بیا خونه، دیار گم شده. یعنی چی؟ گفته میخوام برم خونه دوستم، هنوز نیومده، تلفنش هم جواب نمیده. همه رو خبر کردیم، جلیلینا هم دارن همه جا رو دنبالش میگردن. برای چی زودتر نگفتی مادر من؟ قطع کن دارم میام، اومدم. جیلان من باید فوراً برم، اگه مشکلی پیش اومد زود به هم زنگ بزن، زود. نمیتونم از تو کمک بخوام، به اندازه کافی برات دردسر ساختم. جیلا چی شده عزیزم؟ کی بود؟ قدیر. بیا بریم خونه ای من. نگاش کن، یه مهمون کوچولو داریم، اسمش توپاچه. توپاچ ببین این آبجی جیلانه، چقدر بامزه است. بیا بریم عزیزم. آبجی لیلا نیام بهتره، یه موقع مامانم زنگ میزنه. پس من میرم خونه یه چیزی درست میکنم، میام اینجا با هم بخوریم، باشه عزیزم؟ خیلی ممنون آبجی لیلا، تو هم خیلی اذیت کردم. جیلان جون تو رو خدا اشکاتو پاک کن، گریه نکن، انشالله ازش خبری میشه، نگران نباش، من برمیگردم. درو باز کنین، باز کنین. زود باش کلیدو ببینم، کلیدو بده به من. چی کشم بگیر، چی کار میکنی تو؟ شنیدی چی گفتم؟ آروم باش، مادر زندانیم کردن. قریشه رو صدا کن، میخوام باش حرف بزنم. ساکت. باید بدتر میکردن، باید میفرستادنت حبس واقعی تا حال جا میومد. برای چی رو دجله اسلحه کشیدی؟ دیوونه شدی دختر؟ آره دیوونه شدم، اینجا دیوونم کردن، نمیفهمی مادر؟ حالا میبینی اگه اسم من زیلانه نمیذارم دجله با قدیر عروسی کنه. میخوای قاتل بشی دختر؟ به خدا میندازنت دیوونه خونه ها. والا منم دیگه دارم میترسم. تو رو خدا از اینجا نجاتم بده، فقط تو میتونی از اینجا بیرونم بیاری مادر. ببین فردا بیا اینجا، بگو باباش حالش بده، قیامت دپا کن، اون وقت منو با خودت ببر، خواهش میکنم. ببین اینم بگیر بده به ناصر، من باید فردا ببینمش. فهمیدی چی گفتم؟ ببین این دیوونه چی میگه، این کارو نکنی زیلان، اگه قدیر بشنوه میکشدت. پاتو از گلیمت درازتر نکن، به خودت بیا دخترم. آخه مگه نمیبینی مادر، ما دیگه غرق شدیم، آب که از سر گذشت، چه یه وجب چه 100 وجب. میشنوی؟ اینو بده ناصر مادر، من باید ببینمش هر چه زودتر. زیلان از ترس چاله داری میافتی تو چاه.
هم داری برای خودت درد سر درست میکنی، هم برای من. مادر، من بلدم چجوری اون ناصر رو برقصونم، تو نمیخواد نگران باشی. ببین مادر، فقط همین یه بار خواهش میکنم به حرفم گوش کن. اگه حرف بدی زدم خدا لالم کنه، دیگه صدام در نیاد. چی شده مادر؟ قدیر، دخترمو پیدا کن عزیزم، پیداش کن. باشه مادر. کجا رفته؟ حتما بلای سرش اومده. به دوستاش زنگ زدین؟ مادر با دیار دعواتون نشده؟ از تشییع جنازه به بعد آشفته بود، حالش بد بود، به هیچی لب نمیزد. گفت 2 دقیقه میرم جزوه بگیرم. هرچی از همون موقع اتفاق افتاده. باشه مادر. نمیدونم چه بلایی سرش اومده، خدا نمیدونم. با جلیل حرف زدم، تو بیمارستانا نیست. خونه همسایه‌هارم دیدن، خونه زینب همینجاست. مادر، این دختره با کسی دوست بود، ممکنه یه عوضی از راه به درش کرده باشه. اگه میدونی از من قایم نکن تو رو خدا. چرت و پرت نگو، به گوش مردم میرسه. دختر من همچین کاری نمیکنه، اونم توی این وضعیت. باشه، اگه تو اینطوری میگی قبوله. من میرم دنبال دیار، تو دعا کن مادر. باشه. بیا خاله مجبوره، بیا. خان وقت نداره، هر چی میخوای بگی به من بگو. نه، نمیتونم بگم، باید ناصر رو ببینم. خاله، هم داتی هستیم، دوستت دارم، نمیخوام بلایی سرت بیا. خان گفت هر چی میخواد بگه به تو بگه، واسه منو خود درسار درست نکن. باشه، اینو بده به ناصر، اما خودت نخونیا. باشه؟ باشه، خداحافظ. فعلا خفش و بی ارزه. میام کله پوکتو داغون میکنم، صبر کن. چیه بابا؟ خاله مجبوره اومده بود، اینو داد بدم بهت. بلا بدور، اگه فردا عصر بیای همون جای همیشگی همه چی رو بهت میگم. آه دیار، آه دیار، چقدر گریه میکنی تو؟ باشه بابا، میخوای ناز کنی بکن، اما بس دیگه بابا. چه نازی؟ چه نازی؟ ازت متنفرم، منو به زور دزدیدی. خودت بودو اومدی خونم، اون حلقه رو هم دستت کردی و راضی بودی از این قضیه. آها اینا به زور بود. احمق بودم، فکر میکردم آدمی، مردی. ببین من چون مردم دزدیدمت، وگرنه پرتت میکردم یه گوشه. بهت میگم عروسی میکنیم دیار. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ عروسی میاره؟ دوتامونو به کشتن میدی احمق، کودن. کودن آره؟ داری چی کار میکنی؟ مادرت، دارم به مادرت پیام میدم. بهش میگم که ما چقدر همدیگر رو دوست داریم، که ما رو ببخشن. آره.
دیار مادر جون، من با دوستم فرار کردم. تو رو خدا دنبالمون نیاین، ما رو ببخشین. بهمون اجازه بدین خوشبخت بشیم. چی کار کردی دخترم؟ چی کار کردی؟ ازت متنفرم. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه امین علی، خدا لعنتت کنه. آروم بگیر دیا، میزنم داغونت میکنم. کسافت لعنتی. بس دیگه، ازم متنفری ها؟ نه بذار بهت بگم منو دیوونه وار دوست داری. قراره با هم عروسی کنیم، عروسی میکنیم با هم، عروسی میکنیم و با هم عروسی میکنیم. آره عزیزم، آره. حالا میبینی چطوری مال من میشی، حالا میبینی دیا. چی کار میکنی؟ نفسم نمیتونم نفسم. یه لحظه بیار. مامان جونم، تو رو خدا دستم عصبانی نشو. من گناهی ندارم، تو رو خدا. قدیر بیا بالا، کارت دارم. شما برین، من پیداتون میکنم. زود باشین. چی شده مادر؟ قدیر دیار فرار کرده. الان پیام داد من با دوستم فرار کردم، دنبالم نگردین. یعنی چی فرار کرده مادر؟ همین دیگه، لابد میخواد ازدواج کنه. با کی؟ با کی فرار کرده؟ اگه میدونی بگو وگرنه قیامت به پا میشه. قدیر اینجوری نکن، به اندازه کافی حالم بده. آبرومون میره. هنوز کفن داداشم خوش نشده. خواهرم دنبال شوهره. خاندان به این بزرگی نتونستن از پس یه وجب بچه بر بیان. دختره از جونش سیر شده مادر. حالا که فرار کرده باید سزاشو ببینه. پس دعا کنیم که دست پسر بهش نخورده باشه. باید حساب پسره رو برسیم. اگه کار از کار گذشته باشه چی؟ امیدوارم که
نگذشته باشه. جیلان جون خوبی؟ تو چته امروز؟ چیزی نیست آبجی لیلا، فقط یکم عصبیم. جیلان قدیر اذیتت میکنه؟ چی شده بگو. نه به اون ربطی نداره. دلم برای مامانم تنگ شده. به همین زودی به هم میرسین عزیزم. شاید مامانت زود جواب بده. بودو عزیزم. باش. حسن حالا خیلی بده، تو رو خود. حسن اگه آروم باشی جایزتو میگیری. دعا کن دخترت را بیاد، وگرنه آرامش نداری. الو، بفرمایین. کسی پیشت دختر؟ بله خودمم، بفرمایین. خیلی خوب گرفتم. حالا خوب گوش کن چی میگم. فردا ساعت 4 برو ترمینال، اونجا یکی میاد دنبالت. اگه نیای اونجا یا بخوای کسی رو دنبال خودت راه بندازی، دیگه هر چی بشه من مقصر نیستم. فهمیدی؟ خیلی خوب، فردا ساعت 4 باشه میام. آفرین. مادرت پیش منه و مثل چشمام ازش مراقبت میکنم. گلبهار، چه دختر با وفایی داری. خوب تربیتش کردی. آفرین. ببین داره با پای خودش میاد که نجاتت بده. جیلان نیاد خودم. خفه شو تا نکشتمت زنی که. ببین منو، اگه بخوای فردا کلک سوار کنی، اول مادرتو میکشم، بعدشم اون بچه خانو میارم پایین. فهمیدی چی میگم؟ فردا میبینمت. تو هم امشب تو کف این میمونی. داداش خان اومده، منتظر شما هست. پس چرا الان میگی عوضی؟